37 نفر رو کشته و هنوز دستگیر نشده. اینقدر دقیقه که پلیس بعد از 60 خورده ای سال هیچ سرنخی ازش نداره. معماهایی برای پلیس فرستاده که هنوز حل نشده. سال 2020 فقط تونستن یکی از معماهاشو حل بکنن. اون کیه؟ کسی که اکثرا نوجوانا و جوونا رو میکشه. 37 فقره قتل داره این آدم. یکی از عجیب ترین معماهایی که زودیاک فرستاد این معماه زد 340. زد مخفف زودیاک و 340 کاراکتری هستش که توی این معما هستش که سال 2020 بعد از 51 سال تونستن که حلش بکنن. شاید باورتون نشه چی توش نوشته. گفته که من خوشحال میشم که شما دارید منو پیدا میکنید. این باعث سرگرمی منه. و اگه منم بگیرید من از اتاق گاز نمیترسم که بمیرم. بهتر میرم با برده هام بازی میکنم. من دارم برای خودم برده جمع میکنم و تا الان کلی برده جمع کردم. این نمادیه که توی نامه ها و توی جنازه هایی که ازش پیدا کردن میتونید ببینید. اما دقیق بودنش و مسائلی که گفتم دلیل بر شهرتش نیست. اون نامه هایی برای پلیس میفرستاد که تحقیرشون میکرد. میگفت شما هیچ وقت نمیتونید منو پیدا بکنید. یا خوشحالم که از اینکه دارین میگردین تا منو پیدا بکنید. یا اگه پلیس نفر میگرفت که فکر میکرد اون زودیاک سری زودیاک نامه میفرستاد، میگفت اون من نیستم، بگردید تا منو پیدا بکنید. روزنامه ها رو تهدید میکرد و میگفت اگه نامه هایی که من فرستادمو چاپ نکنید یه جا بمبگذاری میکنم یا باز میرم آدم میکشم. و از ترس این اتفاقا روزنامه ها حرفاشو بازگو میکردن. بعضیا میگن زودیاک هنوز زنده است. اگه زنده باشه الان دور و بر 90 سال سنشه و شاید یه جا داره بهمون نگاه میکنه. به چی فکر میکنید؟